آیا در روز رمضان استفاده عطر جایز است؟ استفاده عطر در روز رمضان جایز و رواست و روزه را فاسد هم نمی کند. در فتاوای لجنه دائمی آمده است که فرمودند بویها خواه عطر باشند خواه غیر عطر روزه را در رمضان و غیر آن فاسد نمی کند، چی روزه های فرضی باشد و چی روزه های نفلی. و این چنین در آن ذکر شده است هر کسی که در روز رمضان در حالی که روزه دار است از هر نوعی از عطر استفاده کند روزهش فاسد نمی شود، اما نباید بخور و عطر خاکه مانند خاکه مشک را به درون خود فرو نبرد. و محمد بن صالح العثیمین رحمت الله علیه گفته است اما عطر برای روزدار جایز است، هم در اول روز و هم در مابین و آخر روز، خواه بخار باشد خواه روغنی عطری مالدنی باشد مائع باشد و غیر از آن. ولیکن جایز نیست که بخور را با درون خود فرو برده بکشد، زیرا بخور ذره های حس شونده و دیده شونده دارد. وقتی آن را با دهان خود فرو میبرد و میکشد آن ذره ها به درون بینی و سپس به معده داخل میگردند. از همین سبب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در استنشاق یعنی که آب را در بینی کشیدن هنگام طهارت مبالغه کنید مگر اینکه روزه دار باشید. در حالت روزه یعنی اینکه امر جایز و روا نیست.